با معرفی فرز اونیورسال مدل ZX6350ZS از برند KSB همراهتون هستیم. این فرز قابلیت ماشینکاری به صورت عمودی و افقی رو دارد و در هر دو حالت از گیریبکس مناسب بهره میبره. ابعاد میز دستگاه عبارت است از 1270 در 320 میلیمتر و ابعاد حرکتی اون 750 270 380 برای محورهای X، Y و Z. توان موتور اسپیندل محورهای عمودی و افقی هر کدام 2 کیلووات و توان موتور پیشروی 1 و 1 کیلوواته. نوک اسپیندل از نوع استاندارد ایزو 40. اسپیندل در این دستگاه به منظور عملیات ماشینکاری از نوع دریل کاری، قلاویز کاری، فرز کاری قابل حرکت تا حد اکثر طول 120 میلیمتره. این دستگاه مجهز به خطکش دیجیتال بر روی هر سه محوره و همچنین هر سه محور قابلیت حرکت به صورت اتومات رو داره. این دستگاه علاوه بر حرکت‌های مستقیم میز قابلیت چرخش حول محور Z رو نیز داره. وزن مجاز قطعه کار بر روی میز حداکثر 300 کیلوگرم. وزن کلی دستگاه در این تیپ 1650 کیلوگرمه. برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان واحد فروش خاوران صنعت پاسارگاد در ارتباط باشید.